سلام به همه، به کانال استوری فردا خوش اومدید. امروز قراره نگاهی بندازیم به فرستنده ویدیوی بیسیم جدید از شرکت هالیلند به نام هالیلند مارس 4K. تو این ویدیو میخوام نظرم رو با شما درباره این فرستنده 4K به اشتراک بذارم که شامل مزایا و معایبی هستش که من تو این فرستنده ویدیویی بیسیم دیدم و خب تمام نتایج آزمایش‌های من رو تو این ویدیو قراره ببینید. مارس 4K جدیدترین فرستنده ویدیویی هالیلند در سری مارسه. قیمت فرستنده و گیرنده مارس 4K در حال حاضر توی امریکا $699. برای همین میشه گفت این محصول گرونترین محصول سری مارسه. $100 تقریبا از مدل قبلیش مارس 400S پرو گرونتره و خب الان که اینجا دارید میبینید یه طراحی بلند و عمودی شکلی داره. دستگاهی که دست من هستش گیرنده است و این قرمزه دستگاه فرستنده است. توش لیبل‌های مشخص داره. فرستنده و گیرنده رو همونطوری که می‌بینید تقریبا یکسانه. یک نشان قرمز رنگ الان اینجا گذاشتن، روش نوشتن ترانسمیتر، مربوط به دستگاه فرستنده است و روی این دستگاه گیرنده هم یک نشان آبی داره به عنوان دستگاه ریسیور. این دستگاه ساختار بسیار محکمی داره، بدنه رو همونطوری که می‌بینید فلزیه و طراحی معمولی خود شرکت هالیلند داره. مارس 4K که الان توی دست من هستش، اگه نگاه بکنید یه سری آنتن جدید داره. قبلا آنتن خیلی بلند بودش. روی هیچ کدوم از محصولات دیگه هالیلند همچین در واقع آنتنی رو من تا الان ندیدم و خب آنتنا کوتاه‌تره، ثابته و خب من الان دیگه دارم میتونم به شما نشون بدم که کنار فرستنده و گیرنده ما چند تا ورودی داریم. یه ورودی HDMI و SDI توی اینجا من میبینم و خب ورودی برق که نوشته از 6 تا 16 ولت DC. در دستگاه فرستنده که الان دست من قرار داره و دستگاه گیرنده این دوتا فضا رو روی هر دوتاشون مشترک هستش. خروجی HDMI، خروجی SDI هم الان روی گیرنده میبینیم و برای پورت برق من اینجا توی جعبه نگاه کردم، دیدم که یه دونه آداپتور DC بیشتر اینجا قرار ندادن. اولش واقعا نمیدونستم که چرا یه دونه آداپتور داره، بهتر بود مثلا دو تا باشه، اما تصویربردار اون به من گفتش که گیرنده رو در واقع کنار مانیتور قرار میدن و از اونجا با کابل DC بهش متصل میشه. برای فرستنده عمدتاً چون دوربین ممکنه در حرکت باشه یا جای دیگری قرار داده باشن، باتری بهش وصل میکنن و از اونجا میتونن در واقع باز هم از منبع تغذیه DC استفاده بکنن که من فکر نمیکنم هر دو حالتش برای کاربر مشکل ایجاد بکنه. تو طرف دیگه دستگاه من در واقع اینجا اگه بخوام نشون بدم صفحه نمایش قرار داده شده. یه دکمه شبیه راکت داریم یا از این دکمه‌های جویستیکی داریم و دکمه آن و آف و خب طبیعتاً یه پورت USB-C هم اینجا قرار داده شده. این صفحه نمایشی که اینجا می‌بینید من اگه بخوام حالا الان باتریشو بهش وصل بکنم کاملاً با نسخه‌های قبلی متفاوته. خیلی بزرگتره و وضوح بیشتری داره. مخصوصاً میتونم الان بگم رنگی هستش. من اولش متوجه رنگی بودنش نشدم چون همونطوری می‌بینید داره لوگو رو با تصویر سیاه‌سفید نشون میده، اما توی منو که بالا پایین میکنیم ما میتونیم مثلا تصویر رنگی رو هم توش ببینیم، ولی پیش‌فرضش رو حالت سیاه‌سفید قرار داده شده. من در واقع وقتی این دکمه رو فشار میدم وارد بخش تنظیمات میشم و اینجا بود که من نشون داد که صفحه نمایشش رنگی هستش. صفحه نمایش مارس 4K با اینکه خیلی کوچیکه اما وضوح خیلی بالایی داره. میتونید همه اطلاعات رو به راحتی روش بخونید، حتی توی روزای آفتابی هم راحت دیده میشه، چه برای دستگاه فرستنده و چه الان دستگاه گیرنده رو هم روشنش میکنم که بتونیم به کابل‌ها وصلش بکنیم. دکمه‌ای که به سبک راکت توی اینجا قرار داده شده زیر این صفحه نمایشش قرار داره، دکمه‌ای هستش که هم کنترل بالا و پایین رو داره نشون میده و من الان میبینم که میتونم چپ و راست هم این رو فشار بدم. چون میتونم به چپ و راست فشار بدم حتما فکر میکنم که میتونم واسه تنظیماتی انجام بدم، ولی خب اولا رو چپ و راستش هیچ کاری انجام نمیده، فقط تو این جهت بالا و پایین چنل‌ها و تنظیمات رو جابجا میکنه. این کلید پاوری هم که این زیر قرار دادن از مدل دیگه حداقل خیلی بزرگتره، میتونم بگم استفادهش هم راحت تره. مارس 4K یک مانت یک پارچه نداره و به جای اون مثلا باید مانت‌های جداگونه استفاده کنید. این رو در واقع میتونید به پایین دستگاه یا دوربین یا هر وسیله‌ای که دیدم تو که شاید دیده باشید پیچ بکنید و یا مثلا وسیله جانبی دیگه استفاده کنید. بعضا مثلا توی یک کلیپی هم همکارمون که ضبط کرده بود فرستنده گیرنده رو به صورت افقی قرار داده بود. توی ادامه ویدیو میخوام راهنمای نصب این دستگاه رو بهتون بگم و اگه تا اینجا محتوا براتون جذاب بوده ازتون میخوام که ما رو لایک کنید
و سابسکرایب کنیم تا از ویدیوهای جدیدمون هم با خبر بشیم. بریم سراغ راهنمایی نصب و تنظیمات این دستگاه. استفاده از این دو تا دستگاه مارس 4K خیلی ساده است. فقط کافیه منبع تغذیه رو بر دستگاه فرستنده و گیرنده وصل کنید. سپس کابل‌های HDMI یا SDI رو متصل کنید و هر دو دستگاه رو روشن کنید. فرستنده و گیرنده به راحتی با هم جفت میشن. این دستگاه فرستنده من به SDI وصلش میکنم و دستگاه گیرنده رو هم با HDMI متصل میکنم. قاعدتاً باید تصویر بیاد اینجا. خب میبینید عملا میتونم بگم زمانی که طول میکشه تا فرستنده و گیرنده با هم جفت بشن و شروع به ارسال ویدیو بکنن حدوداً 35 ثانیه است. من دوست داشتم این زمان کمتر باشه. من فکر نمی‌کنم که کاربران با این مسئله مشکلی داشته باشن. مارس 4K یه ویژگی اسکن هوشمند کانال داره. مثلا شما میاد اینجا کانال رو تغییر میدید، میاد مثلا عددش رو عوض میکنید. به طور عادی و خیلی راحت معمولا من دیدم که این دو تا کانال با هم جفت میشن و خب به طور خودکار همدیگر رو پیدا میکنن. میتونید به صورت دستی هم مثل همین کاری که الان انجام دادم این کار رو انجام بدید. و وقتی این کانال رو با هم تنظیم میکنیم میتونیم در واقع به اون ریل تایمی که میخوایم خیلی راحت برسیم. من اینا رو الان روی اون چنلی قرار میدم که ریل تایم میشن و تصویر رو بتونن بهتر انتقال بدن. طی چند ثانیه کانال با هم هماهنگ میشن و هالیلند یه ادعایی میکنه که میگه حد اکثر برد انتقال مارس 4K بین فرستنده و گیرنده منظورش هستش 450 فوته یا 150 متر، البته بدون افت سیگنال. این میزان میشه گفت کمی بیشتر از اون دستگاه‌های مارس 400 اس پروه که حالا اونا میگفتن مثلا 120 متر برد داره، ولی برای اینکه من ببینم این ادعا درسته یا نه مارس 4K به همراه همکارانم بردم توی فضای باز و دیدم که توی فضای بزرگ چه عملکردی میتونن داشته باشن. من اومدم در واقع دوربین رو به فرستنده وصل کردم، روی سپایه قرارش دادم و توی اون فضایی که بودم گیرنده رو هم به مانیتور وصل کردم. با استفاده از اون توی حالتی که از دوربین هی داشتم دور می‌شدم تصویر دریافتی رو ضبط کردم تا بتونم در واقع کیفیتاشون رو مقایسه بکنم. گیرنده رو در واقع دورتر از خودم نگه داشتم تا مطمئن بشم که یه خط دید مستقیم بین این دو تا دستگاه وجود داره، در واقع چیزی بینشون به شکل مانع قرار نگرفته باشه. وقتی که فیلم رو بررسی کردم دیدم که بدنم گهگاهی ممکن بودش بین این دو تا دستگاه قرار بگیره، ولی فضا و تصویر رو مسدود اگرم میکرد فرستنده و گیرنده به راحتی داشتن کارشون رو انجام میدادن. در حالت کلی میتونم بگم به نظر نمیرسه مشکلی ایجاد بشه و یا مثلا توی اینجا به مشکلی بخورید، چون وقتی من مثلا حدود 200 مترم دور شدم تقریبا تا جایی که میتونستم جلوتر رفتم و هنوز خط دید مستقیم وجود داشت. این سیگنال ویدیو بدونش مشکلی دریافت میشد و این ادعای برد بیشتر که کارخونه داره اعلام میکنه تقریبا صحت داره و به طور کامل دستگاه این برد رو پشتیبانی میکنه. اما یادتون باشه این تست در شرایطی بودش که خط دید مستقیم بین دو تا دستگاه بدون تداخل وجود داشت. اگر از این دستگاه توی محیط‌های داخلی با دیوارهای بزرگ، منظورم ضخیم هستش، و اشیاء بزرگ استفاده میکنیم ممکنه خب برد طبیعتاً کوتاه‌تر بشه. مارس 4K با اپلیکیشن هالیویو، یه اپلیکیشن خیلی خوبی هستش که خودشون برای اندروید و دیگر دیوایس‌ها در واقع طراحی کردن و مانیتور مارس M1 هم در واقع دستگاهی هستش که خودشون تولید کردن. این دو تا با هم سازگاره. اگه تا حالا درباره اپلیکیشن هالیویو چیزی نشنیدید باید بگم که یه اپلیکیشن خیلی عادی که به شما این امکان میده به عنوان یه مانیتور امکانات اضافی بصری مثل نمودار هیستوگرام و یا مثلا پیکو بتونید روش ببینید و برای ضبط ویدیو یه سری ویژگی دیگه‌ای هم داره که روی دستگاه‌های اسمارت، روی به اصطلاح یه سری مانیتورها میتونید خیلی راحت ببینید. فرستنده مارس 4K میتونه همزمان به گیرنده سخت افزاری و تا 2 تا دستگاه متصل بشه یا هیچ گیرنده سخت افزاری نداشته باشه، به جاش تا 4 تا دستگاه اسمارت رو در واقع ساپورت بکنه. به جای اون ما در واقع اگر میخواید شما یه دونه مانیتور مارس M1 بخرید یا مثلا مانیتور HDMI داشته باشید یا به اصطلاح به مانیتورهای اسمارت وصل بشین، این سیگنال خیلی راحت منتقل میشه و توسط گیرنده دریافت میشه و کانکت میشه. بحث بعدی که میخوام بکنم در رابطه با تأخیرشونه، حالا لیتنسی اگه بخوایم اینجا صحبت بکنیم. توی 2 تا گیرنده سخت افزاری و اپلیکیشن مخصوصا من تستش کردم این میزان خیلی کمه
من اول فکر می‌کردم که اپلیکیشن موبایل تأخیر بیشتری داشته باشه، اما مشخص شد که حتی خیلی کمتر از گیرنده این میتونه اتفاق بیفته. من میتونم بگم که باز هم مشکلی ایجاد نمی‌کرد. این مسئله تأخیر یا لیتنسی یه موضوع بسیار مهم برای فرستنده‌های ویدیوی بیسیم هستش، مخصوصا اگه اپراتور دوربین بخواد فیلم دریافتی رو تو لحظه تنظیم بکنه. هالیلند گفته و ادعا کرده که مارس 4K در واقع تأخیر فوق‌العاده کمی مدل 600 ثانیه داره و خب میگه که این عدد 60 میلی ثانیه است و عدد خیلی کمیه. من عمدن چند تا تست انجام دادم تا ببینم که این ادعا در عمل درست هستش یا نه. غیر اون نمونه‌های مشابهش هم میتونید تو نمونه‌های خارجی ببینید. یکی از نکاتی که باید بدونید اینه که تقریبا هر دستگاه الکترونیکی مقداری تأخیر داره و برای اینکه ببینیم مثلا اینجا مارس 4K چقدر تأخیر داره، من اول مانیتورم مستقیما به یه لپتاپ وصل کردم و بتونم تأخیر انتقال تصویر رو بتونم مقایسه بکنم. خروجی مانیتور رو که برای این حد بود تونستم اندازه‌گیری بکنم. با اتصال مستقیم کابل HDMI این تأخیر حدود 24 میلی ثانیه است که خیلی کمه و شاید بگم پایه است، یعنی اصلا اونقدر هم به چشم نمیاد. توی اتصال مستقیم کابل HDMI به فرستنده و گیرنده وقتی این دوتا رو مقایسه می‌کردم، در واقع برای 4K این رو با HDMI جایگزین کردم. فرستنده توی حالت 1080-60 فریم خروجی پیش‌فرضی بودش که داشت از دوربین میگرفت یا در واقع از اون لپتاپ میگرفت. این تنظیمات رو وقتی با هم مقایسه کردم دیدم حدود مثلا 95 میلی ثانیه است. این توی مثلا نمونه‌های خارجی هم عنوان شده که باز هم این میزان تأخیر پایه شاید 1/10 ثانیه باشه. این عدد اصلا عدد بدی نیست، اما دقیقاً همون 60 میلی ثانیه‌ای هم که هالیلند کارخونه‌اش داره ادعا میکنه نیستش. اما اینجا الان میخوام در مورد تنظیمات صحبت بکنم. مارس 4K 3 حالت مختلف داره، یعنی 3 تا مود داره که مود بالانس، اسپید و من تو حالت پیش‌فرض رو حالت بالانس قرارش داده بودم که سریع‌ترین حالت ممکن انتقال نیستش. بنابراین روی حالت اسپید تغییرش دادم، تست دوباره کردم. یه مقدار مثلا تو مقایسه ها میگن این تأخیر 63 میلی ثانیه است. پس اگه حالت اسپید رو قرارش بدیم میشه مثلا این تأخیر رو به وضوح کاهش داد و تقریبا باز همون 60 میلی ثانیه رو اعلام میکنه که هالیلند هم ادعاش تو اینجا میشه گفت درسته. یه حالت دیگه هم هست به نام HD مود که من فکر میکنم کیفیت تصویر بهتری رو میتونه انتقال بده، اما ممکنه تأخیر بیشتری هم داشته باشه. بنابراین میتونم یه دور دیگه این تستا رو انجام بدم و رو حالت HD قرارش بدم. جالب اینجاست که مقدار تأخیر تو این حالت مثلا شده 93.5 میلی ثانیه که من تو تست‌های خارجیش هم اینا رو دیدم، یعنی تقریبا همون مقداری که در حالت بالانس بود. یکم جالبه چون انتظار داشتم که خب بیشتر بشه و خب کیفیت تصویر رو هم کیفیت تصویر بهتری بتونه به من بده. مارس 4K از تنظیمات مختلف وضوح تصویر پشتیبانی میکنه، از 720 1080 تا 4K و برای 60 فریم. این نرخ فریم ریت هایی که من دارم صحبتشو میکنم حتی توی نرخ فریم ریت های اعشاری هم من دیدم که به راحتی پشتیبانی میکنه، مثل 23 و 98 و 29 و 97. همچنین من دیدم وقتی که توی حالت 4K ما داریم انتقال تصویر میکنیم میتونه تا این میزان به 30 فریم بر ثانیه هم برسه. این اولین فرستنده ویدئویی از هالیلند هست که میتونه با وضوح 4K کار بکنه، پس عجیب هم نیستش، به خاطر همین اسمشو گذاشتن مارس 4K. اینجا یه نکته‌ای که میخوام بگم اینه که انتقال 4K فقط برای اتصال HDMI هستش. اگر از ورودی SDI استفاده کنید حد اکثر وضوحی که میتونه انتقال بده 1080 و خب وقتی از HDMI استفاده میکنید میتونید در واقع 4K داشته باشید و برای مثلا فول HD از SDI استفاده کنید. به طور کلی من فکر میکنم که فرستنده ویدئوی هالیلند در واقع برند که اینجا انتخاب کرده مارس 4K ارتقای خیلی خوبی نسبت به نمونه‌های مشابهش داشته و یه انتخاب جذابه برای افرادی که میخوان یه سولوشن ویدئویی برای در واقع تولیدشون داشته باشن. این سولوشن بیسیم رو منظورم هستش. این قابلیت انتقال 4K یه ویژگی برجسته است، به طوری که ما یه زمان بیشتری رو میتونیم توی
فیلم برداری بدون دغدغه ارتقال 4K داشته باشیم. مهم اینه که در واقع توجه کنید که این فشرده سازی تصاویر سنگین توی این ویدیو 4K بی مشکل انجام میشه. تصویر الان راحت دارید پشت سر من میبینید و در واقع بدون در واقع تغییر محسوسی میشه اینو راحت دید. نسبت به انتقال سیگنالی که ما مثلا تو دستگاه قدیمی تر داشتیم، منظورم باز مثلا مارس 400S پرو، اونها دیگه در واقع روی فول اچ دی بودن. این تأخیر 60 میلی ثانیه‌ای هم که من صحبتشو کردم برای فرستنده توی این رده قیمت محصول در واقع قابل قبول، تحسین برانگیزه و خب خیلی خوشحال کننده است برای افرادی که میخوان توی محیط‌های چالشی کار بکنن. ما در واقع در حال حاضر توی استودیو فردا هیچ گزارش مشکلی رو از چنین دستگاهی دریافت نمی‌کنیم، اما خب در واقع میتونیم بگیم که برای کارهایی که نیاز برد بیشتری دارن این انتقال خیلی پایدارتره و این برد اضافی میتونه از هر نظر مفید باشه برای صفحه نمایشی که هم رنگیه و هم امکانات ویژه‌ای رو به ما میده. به طور کلی من فکر میکنم اگه شما در حال حاضر یه فرستنده نسخه قبلی مثلا هالیلند 400S پرو داشته باشین و بخواید مثلا یه دونه 4K بخرید، واقعا توصیهش نمیکنم. اما در واقع اگر میخواید برای اولین بار چنین دستگاهی خریداری کنید، قطعا میگم 4K رو بخرید. خب میتونم بگم این ارتقاها واقعا شاید زیاد محسوس نباشن، اما در واقع هزینه بیشتری داره. حدود $100 این دستگاه گرونتر هستش و اگه در واقع میخواید فرستنده خودتون رو بخرید یا فرستنده ویدئوی قدیمی تر دارید، این موردایی بودش که من احساس میکنم باید مطرح بکنم. توی استودیو فردا ما در واقع این دستگاه رو در اختیار گروه‌های تولید قرار میدیم که بتونن خیلی راحت تولیدشون رو بدون دغدغه داشته باشن. شما میتونید به استودیو فردا تشریف بیارید، این دستگاه رو اجاره بکنید. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید. ما رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و در واقع نظرتون رو برای ما بنویسید. خیلی ممنونم.